خیر و سخاوت پیشه کن، از راه بد اندیشه کن، نیکی بماند جاودان، خواهی نخواهی می روی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته با کل برادرانی که از برای الله خیرها میکنند برای نیازمندان، بیچارگان، بیماران، علل خصوص برای اپای تاجیک مسلمانی که شما در اول این نوار دیدید بسیار هم یک مشکلی وزنین دارد، با فرزندش دردی زیاد دارد، گریان هستند در غریبی. و برادر عزیز، این اپا بسیار هم گریه کرده است، مراجعت کرده است به کل برادرای تاجیک مسلمان برای کمک کردن. حالا نوارش را میگذارم تا آخری نوار تماشا کنید. این اپا بسیار هم یک مشکلی دارد، مبلغ در کار است که این اپا پولی کوارتیر اش را بدهد. مبلغ در کار است که این اپا به تاجیکستان آید برای فرزندش را طبابت کردن. یعنی در وطن مردم است، یعنی در روسیه هست، هیچ کس آن را دستگیری کرده نمیتواند. مبلغ بسیار در کار است که در آنجا فرزندش را طبابت کنند. از همین سبب باید به تاجیکستان آورده شود. این اپا را یک بار نوار کردند، زیاده از 25,000 روبل برای این اپا جمع کردگی هستند و حالا باشد کمی دیگر در کار است. برادر عزیز، رقم های اپا را برای باوری شما میمانم. این رقم ها تنها برای تماس است، یعنی تنها برای زنگ زدن، دلبرداری کردن با آن همین اپای تاجیک مسلمانی ما و شما. و انا این رقم های کارت زبیربانک است. هر کس چقدر که خیر میکند انشاءالله که ثواب میگیرد. برادر عزیز، و حتما این نوار را به دوستانتان برسانید. پهن کردن این نوار انشاءالله که به شما ثواب میرسد، زیرا اینکه یک بنده خداوند از مشکلی آزاد میشود. الحال باشد نوار اپا را میگذارم تا آخر تماشا کنید و بی‌طرف نباشید. سلام علیکم هموطنان عزیز، اپا و اکا و دادر و پدر و مادر و از شما نیخوشی دیگه دارم، یگری دیگه دستگیری کنیتان. من می دخترچه گرفته روم، وقتی عذابی دردش گیرد خیلی گریه میکند، خب نمیستد. دکتر برام لیچینش به اسد زیاد پول گفت است برای اپیرسش قطی و بیغرض میگه پلتاهاش هم پول میگیرد. اوای به یه اکای تاجیک قطی بردیم همجای همشهریمو یاردم کرد، گفت بیا خرجا من میبرم کنی دکترش قطی گپ زنان کنیم. گفت بعد از هوای نوار همون اکای قطی درآمدیم، گفت که تا لیچینه هاشه همی 100,000 میرود تا اپیرسشه. بعدی وای گفت با پلت دا گذرانیم خیلی دیگه سوم میرود. برای همین قوای اکا من دا مصلحت داد که نه خرجات همین قرضات تی و پولی کوارتیر تا پولی همسایت تی پولای همین قرضات کن ای مسکوی گفت رو همون تاجیکستان خود ما ارزانتر با خیش و توارات در پیش تای در بر تای گفت. برای همین اشمان خواهش دارم التماس کمی کمکی دیگه کنیتان. من همین دخترچه ما گرفته روم، حاضی جمع شدگی پول 25,000، نه کوارتیرم به داده میتونم نه پول قرضم داده میتونم. اشمان التماس بیا من دخترم 5 ماهه این خیلی تو خواهش بردن هنیم خیلی گریه میکنم. بعدی که خواهش برد تینجکک میشند خواه میرد. هوای به اشمان خواهش دارم التماس همشهری ها یگری دیگه دستگیری کنیتون، کمکی دیگه کنیتون. ما همین قرض مایه داده رو بیم خزای نمایم تا 20 ما با مخلط داد. گفت که منم قد 4 ماجدت کرم. گفت منم بچه من کردنم در کار. گفت و امید شما بچه من مانده رفت است. گفت قرضات تو نتیتون. گفت پرومده رویتون من دیگه آدم میمونم پول داده نتونیتون. گفت همه به تو 20 ما با مخلط داد.
اگری دیگه کمک کنه تو ما اومدن رویم التماس نشمید معلم دخترچه ما burada در تاجیکستان شنبه خدا باید رسیده کنم التماس فقط یادم کنه تو اگری دیگه دست بری کنه تو التماس نشمید بکن خیره که در گرمای محشر سایبان گردد همان روزی که با 100 داغ سر از خاک برداری